غلام شریپوف 92می سالگرد عمر خود و 71می سالگرد پیروزی اتحاد شوروی علیه آلمان فاشیستی را در یک روز جشن می‌گیرد. از انجام جنگ برای پیوندانش قصه های خوشحال کننده دارد. اما از سفربریش به این جنگ به جز ناعدالتی مسئولین چیزی گفته نمی‌تواند. او را در سن 17 سالگی که پدر و مادر نداشت به جای پسری رئیس کلخاز به جنگ فرستادند. شربت میگفتن او برگاد بود. برگاد بود بعد گفت که اکاغلون چوکیم خیام تریایی. بعد گفت که فلان چرا که جوشت میرایی. هم رئیس کلخاز ده. او اگ جواک بود. او بچه ها. بعد ما گفتم مالش. بعد بردم اونا. دیگه نمیدونم چه خیر کنیم چه خیر نکنیم. همه گرفتم بردم اونا. بابای غلام نتوانست روز غلبه را در میدان جنگ تجلیل کند. در پی یک زد و خورد او جراحت وزنین برداشت و بستری شد. کی رفته بودم هسپتال ده همونجا رانشیم همونجا خوب بودیم. همه بچه‌های بودن همونجا پونه چینست عروبک‌های های میده دوران کو همو قطعی بوده و آوردن نگرتن. بازگشتی بابای غلام به زادگاهش هم غیر انتظار بود. هنوز با یادآوری آن لحظه در چهره پرآژنگش تبسم پیدا می شود. همو گفت خمور جواب دادن اومد در همه چیز اینا کلوده که خیلی شو همونجا خوب کن در چای خونه سعی خیشم رفتم که نونی مرا داده چیان نونی مرا داده چیان خدایی بعد ما گفتم چه خیلی خدایی گفت که نمی گفتم غلام مرده سری سالتا داده چیان خما گفتم چی گونه اینه با میخره میگردیم گفتم چی بایزا رادینو بایزا ستالینا بایا پسین دارگا کنی سیتیه بیاد کپیتانی مشترک. جمعه پولودوف دوست و همسنگری بابای غلام که زمان جنگ زیر یک ایدئولوژی برای وطن و استالین می جنگیدند حالا با گذشت 71 سال نظرهایشان تغییر خورده است. به فرق از بابای غلام او در سن 16 سالگی اختیاراً به جنگ رفته است و بیشتر از عدالت پیشگی و برابری آن زمان صحبت می کند. شهزاد نوا один за всех. نمیگفت تو روسی تو تاجیکی تو سویتسکی آرمی تمام برابری بود. اسکاربلینی نبود. از زمان جنگ اتحاد شوروی علیه آلمان فاشیستی این کهن سربازان سرودهای جنگی در ذهن، عکس‌های کهنه در دفتر خاطرات و زخم‌های تیر در بدن دارند. یک تیر مانده نفهمیدم. یکی نگاه کردم که پس دیوار قطعی همه یک نیمز گذشت. هم دید که زدم که تیرم نرسیده است. او گشت سینما پیستالت درست کرد. او هم زد که کمانی من غلطی. همه وقت همراه ما دویدن او را باید زدن. دستی ما غلطی. در برابر بابای غلام و جمعه پولودوف از شهر کولاب 13,000 نفر در جنگ شوروی با آلمان فاشیستی شرکت کردند. حالا از شرکتداران آن جنگ در کولاب تنها 7 نفر باقی مانده است. پیری و برجاماندگی امکان نمیدهد تا آنها در تنتنه‌های پیروزی به فاشیسم شرکت کرده گشت نظامی انجام دهند. تنتنه‌ها و شادی و سرور از پیروزی شوروی به آلمان فاشیستی برای این کهنه سربازان از میدان‌های بزرگ تا بالین بیماری در منزل‌های زیستشان تنگ شده است.